اگر شما صحبت‌های گذشته گوش کرده باشید، مستحقان زکات ما بیان کردیم و کیها سزاوار زکات هستند. به همونها داده میشد. اگر اون زنک واقعا او هیچ کسش نباشد و میلیونر باشد داده نمیشد. یعنی شما به صفت یتیمی، بیماری، معیوبی هیچ کس نداردش به نگاه نکنید. صفت فقیری، مسکینی، این صفتاش نگاه کنید. یعنی الله تعالی برای ما در قرآن نگفته است که زکات را به شخصی بیکس، معیوب، یتیم بدهید. نه، به شخصی فقیر، مسکین. یعنی همین صفت ها در همین آدم ها باشد. غالبا آدمی بیکس، آدمی یتیم، معیوب درست است که فقیر یا مسکین میشد، لیکن هست آدم هایی که بیکس است لیکن پولدار است. بنابراین صفت بیکسیش اینجا نقش بازی نمیکنه. اگر همین زنک نمازخوانی کمبغل باشد، بله داده میشه. پیانسکتی زندگی میکنه، زندگیشون فقط پیانسکتی میرسد یا نمیرسد پنسه؟ پنسی اکو نمیدانم. پنسی کدام کشور آخر؟ مثلا در روسیه زندگی میکند، مثال خانه دارد، پنسکتی زندگی موند. پنسش ممکن 50,000 روبل است و به یک ماهش میرسد با 10,000 روبل زیادتی میکرده باشد و زکات داده نمیشه. لیکن پنسش یک روز نمیرسد باشد. از آن بعضی این همی کشورها تاجیکستان. پنسی کجا کتی زندگی میکند؟ تاجیکستان. خودش روسیه اند زندگی مونه تو پنسی از تاجیکستان میگیره. نه خودشم تاجیکستان. خیلی کن. به هر حال پنسی تاجیکستان یک کسبه به فکرم نمیرد. با میپرسید که مثلا دیگه درآمد دارید یا ندارید؟ این پول زکات است. اگر مستحق باشد میتید. نماز خوانیش هم شرط است. صفتی نماز خوانیش.